سلام به خوشگلای من، خوش اومدید با یک ویدیو یوتیوبی دیگه با من. آقا نوشیدنی، آب، قهوه، چایی، خوراکی، هر چیزی که دارید رو بیارید دم دست خودتون بذارید، مثل من که این آبو آوردم چون قراره خیلی حرف بزنم براتون. اگر در زمان استراحتتون هم هستید میتونید این ویدیو رو ببینید چون به شدت کمکتون میکنه. این ویدیو مخصوص چه کسایی هستش؟ مخصوص کسایی هستش که دوست دارن سطح انرژی خودشون رو در سطح روز کنترل کنن. یعنی آقا من الان خستم ولی نمیخوام خسته باشم چون کلی کار دارم، درس دارم، باید به درسام برسم، پس نیاز دارم که سر حال بشم، خستگیم برطرف بشه تا بتونم کارامو انجام بدم. اگر میخوای احساس خستگی خودتو در طول روز از بین ببری، این ویدیو رو ببین که خیلی کمکت میکنه. مطالبم اینجاست. خب بچه‌ها، قبل از شروع بگم که من نیوشا شرفایی، ملقب به انفلکس، آیدیم ده انفلکسه، یعنی دن نیست، ده انفلکس. و اینکه اینجا هستم در کنار شما که با هم یاد بگیریم که چطور سالم و درست و خوب زندگی کنیم و تا جایی که میتونم معلومات خودم رو در اختیار شما قرار بدم و با هم دیگه همینجوری پیش بریم جلو. اگر هر نظری داشتید، هر ایده‌ای داشتید، توی کامنت ها میتونید بهم بگید که من مختص با اون چیزی که شما میخواید براتون ویدیو بگیرم. چرا هر کاری که میکنم در طول روز اون احساس خستگی و بیحالی رو دارم؟ این احساس خستگی من چیز خوبیه یا چیز بدیه؟ اینجاست که آقای دکتر هیوبرمن میاد یک نظریه رو میده. میگه که ببینید، در واقع این که یه حسی خوب برداشت بشه خیلی بستگی داره به اون قضیه هماهنگی حس درونی ما با محیط اطرافمون. یعنی چی؟ یه مثال براتون میزنم که خیلی راحت تر بخواید متوجه بشید. حالا شما همین خستگی رو در نظر بگیرید. الان خیلی خسته‌ای و میخوای بری سر کار. میری سر کار، رئیست بهت میگه که آقا تو این پروژه رو، این کاری که من بهت سپردم و باید کامل تا آخر شب انجام بدی. حالا اینجاست که انرژی درونی تو با انرژی محیط اطرافت متفاوته، پس برایندش منفی میشه. اما حالا تصور کن همین خستگیه رو داری، اما الان 10-11 شبه و تو فقط باید بگیری بخوابی که صبح بیدار شی و بری به کارات رسیدگی بکنی. اینجا خستگی دیگه چیزی نیست چون کاملا همخونی داره با اون چیزی که محیط اطراف دستو میخواد. حالا اگر یک چیزی رو بخوای دقت کنی، ببینی آقا مشکل اصلی کجاست؟ مشکل اصلی دقیقاً اونجایی هستش که تو زمانی که نیاز به انرژی داری و نیاز داری که بخوای کاراتو انجام بدی و سر حال باشی، اون انرژی رو نداری. اما زمانی که میخوای استراحت کنی و بخوابی، اصلا اون آرامشه رو، اون احساس خواب‌آلودگی رو نداری و انگار مثلا بیشتر سرحال‌تر میشی، بیشتر هوشیار میشی. و دقیقاً اون موقع است که حس درونیت با اون چیزی که محیط اطرافت ازت میخواد همخونی نداره. و الان وظیفه من اینه که طوری ذهنم رو و بدنم رو تنظیم بکنم که زمانی که میخوام کاری رو انجام بدم انرژی داشته باشم، زمانی که میخوام استراحت کنم بتونم به راحتی استراحت کنم. بریم سراغ این که من چه کارهایی میتونم انجام بدم که زمان این پشه داره تو مخم میره. من چه کارهایی میتونم انجام بدم که زمانایی که نیاز به انرژی دارم انرژی داشته باشم، زمانایی که دلم میخواد استراحت کنم راحت بتونم استراحت کنم. بریم که اون کار رو بهتون بگم. اولین چیزی که بچه‌ها می‌خوایم راجبش صحبت بکنیم ساعت طبیعی بدنه. بدن ما یک ساعت طبیعی داره که به ما میگه که چه زمانی بدن ما انرژی داره که ما بتونیم کارهامون رو انجام بدیم و چه زمانی بدنمون آماده باشه که بخواد استراحت بکنه. این ساعت طبیعی بدن ما از طریق 2 ماده به وجود میاد و تنظیم میشه که این 2 ماده اولیش کورتیزوله و دومیش ملاتونینه. این کورتیزول و ملاتونین هم دقیقاً میان مشخص میکنن که این ساعت طبیعی بدن ما چطور باید کار بکنه. حالا کورتیزول چیه؟ معمولاً بیشتر افراد، یعنی همه ما در واقع کورتیزول رو به اسم هورمون استرس میشناسیم. یعنی هر وقت از صحبت از استرس خیلی زیاد میشه یا یک شخصی رو میبینیم که استرس خیلی زیادی داره، میگیم سطح کورتیزول بدنش بالاست.
حالا کورتیزول جدا از این مسئله که حالا ما میشناسیمش یک ویژگی هم داره که این ویژگی اینه که کورتیزول سطح هوشیاری شما رو خیلی بالاتر میبره و باعث میشه که شما حواستون به محیط اطرافتون خیلی بیشتر جمع بشه. زمانی که ما از خواب بیدار میشیم یک پیک کورتیزول، یک بالا رفتن کورتیزول رو تجربه میکنیم. یعنی این کورتیزول میاد بالا و ساعت طبیعی بدن ما رو کوک میکنه. مثلا حالا ساعت 100% براش تشخیص داده نشده، میاد کوکش میکنه مثلا تو 12 ساعت، 14 ساعت، 16 ساعت، که حالا بعد از اینکه این کورتیزول اثر خودش رو گذاشت و کار خودش رو کرد توی این چند ساعت، آروم آروم ملاتونین این وسطا پیداش میشه و ملاتونین هم هر وقت که پیداش بشه کلا بدن آروم آروم شروع میکنه و میره توی حالت استراحت خودش. حالا نکته‌ای که آقای هیوبرمن داره به ما میگه که ما باید توی ساعت‌های ابتدایی که روزمون شروع میشه بیایم یک کارایی رو به صورت آمدانه انجام بدیم که سطح کورتیزولمون رو ببریم بالا، یک پیک کورتیزولی رو داشته باشیم که بتونیم کارهای روزانمون رو انجام بدیم بدون که حالا خیلی بخوایم خسته بشیم. اولین کاری که میتونیم انجام بدیم و یکی از مهمترین کارها که هستش نوره. آقای هیوبرمن میگه که ما توی ساعت‌های اولیه که از خواب بیدار میشیم باید در معرض نور خورشید قرار بگیریم. چرا؟ میگه وقتی که ما در معرض نور خورشید قرار میگیریم این پیام رو داریم به مغزمون که توی یک جای بسته هستش میرسونیم که آقا روز شده، هوا نورانیه، من دارم نور رو میبینم، الان باید پاشم به کارام برسم، انرژی داشته باشم، در حال فعالیت و جنبش و اینا باشم. که حالا توی چشم ما هم یک سری گیرنده ها، یک سری سلول هایی هستن که این پیام نور رو میگیرن و به مغز ما میدن. به خاطر همین آقای هیوبرمن میگه که ساعت ابتدای روز که تو بیدار شدی، این برو بیرون، نور رو ببین، خورشید رو ببین، که این پیام از طریق چشمت به مغزت برسه که آقا صبح شده، من باید فعالیتمو شروع کنم. واسه همین خیلی‌ها میگن صبح زود که بیدار میشی پرده رو بزن کنار، بذار اون نور رو ببینی، اون انرژی نور خورشید بهت بخوره و بتونی کارات رو انجام بدی. حالا یه نکته وجود داره خب که آقای هیوبرمن هم اینجا گفته، میگه که حالا آقا بعضی افراد هستن که توی جاهای زندگی میکنن که ابریه یا شیفت ورکره و نمیتونن توی اون ساعت اولیه روز باشن و نور خورشید رو ببینن. به اینا پیشنهاد میکنه که آقا همون نور مصنوعی هم میتونه برای شما کفایت کنه، اوکی باشه. درسته که حالا در سطح انرژی نور طبیعی خورشید نیست، اما میتونه کار شما رو راه بندازه. این مگسه رو مخمه. و اگرم بخوایم بگیم چقدر میتونید شما تو نور آفتاب بمونید که اوکی بشه قضیه هم بیاد، 10 دقیقه اوکی. 10 دقیقه برید تو نور آفتاب بمونید، چند تا دم و بازدم عمیقم بگیرید، انرژی رو بیاری تو بدن خودتون و بعد برید به کارتون برسید. تو اون 10 دقیقه واقعا بچه‌ها تنفس عمیق خیلی تاثیر میذاره. گزینه بعدی بعد از نور که سطح کورتیزول بدن ما رو بالا میبره، دوش آب سرد. وقتی که ما دوش آب سرد میگیریم، جدا از اینکه کورتیزولمون میره بالا، دوپامینمون هم میره بالا و وقتی که دوپامینم با کورتیزول بره بالا، شما دیگه خیلی انرژیت بیشتر میشه، خیلی. اما یک چیزی که راجع به دوپامین خیلی جالب تره به نسبت کورتیزول اینه که دوپامین خیلی آروم آروم میره بالا. خب یعنی مثلا شما میری دوش آب سرد میگیری، کورتیزولت میره بالا، دوپامینت هم که اون احساس سرحالی رو بهت میده خیلی آروم 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 میره بالا و جالبش اینه که همینجوری هم آروم 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 سطح دوپامینت میاد پایین. یعنی تو آروم آروم میری رو به انرژی زیاد و خیلی آروم آروم برمیگردی به اون احساس اینکه بدن تو حالت استراحت و ریلکسی و بیحالی خودشه. کار بعدی که ما میتونیم انجام بدیم بعد از اینکه اومدیم نور خورشید رو نگاه کردیم، یه دوش آب سرد گرفتیم، میتونیم بیایم ورزش کنیم. حالا دکتر هیوبرمن میگه که آقا نیاز نیست حتما ورزش تو بخواد خیلی سنگین باشه. تو میتونی 10 دقیقه یک فعالیت ورزشی داشته باشی که اون سطح انرژی بدنت بره بالا. گزینه بعدی که میتونه کورتیزول شما رو بالا ببره بعد از نور، بعد از دوش آب سرد و بعد از ورزش، قهوه میتونه باشه.
خیلی از ما وقتی احساس خستگی میکنیم میریم یه قهوه‌ای میزنیم، یه قهوه میخوریم، قشنگ شارژ میشیم، اوکی میشیم و اینا. خب اما یه دیدی که بیشتر ماها و دید اشتباهی هستش که نسبت به قهوه داریم اینه که من هر زمانی بخوام قهوه میخورم اوکی میشم و اینا. نه، این چیزی که شما فکر میکنید دقیقاً برخلاف اون مقادیری هستش که ما اول ویدیو اومدیم گفتیم. یعنی وقتی که تو فاز استراحتی دیگه باید استراحت کنی. خب پس این کار تو اون فاز انرژی زیادت خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و قهوه هم با یک ماده‌ای به اسم آدنوزین هستش که فعال میشه. حالا راجع به این که من بیام چجوری و چه موقع قهوه رو مصرف کنم بچه‌ها توی یک ویدیو دارم تو یوتیوبم که اینجا براتون میذارم که چگونه قهوه مصرف کنیم. توی این ویدیو کامل بهتون توضیح دادم. قهوه مصرف کردن واقعا چیز الکی نیستش و خیلی قوانین داره که شما باید رعایت کنید که تو همه چیزتون میتونه بهتون کمک بکنه. اینجوری نیست که هر وقت احساس خستگی کردید بخواید قهوه بخورید، نه، اصلا اینطوری نیست. پس حتما اونو برید ببینید که بفهمید چجوری قهوه رو باید مصرف بکنید. خب آقا، ما تا اینجا اومدیم راجع به این حرف زدیم که چجوری سطح انرژیمون رو بالا نگه داریم. موهام بده بچه‌ها اشکال نداره، بامزه است. ما تا اینجا اومدیم راجع به این حرف زدیم که آقا من چجوری سطح انرژیمو بالا نگه دارم که بتونم به کارام برسم. حالا یه زمان دیگه هم هست دیگه، من میخوام استراحت کنم، من واقعا الان دوست دارم بخوابم، آخر شب خوابم نمیبره، چشام بازه، چیکار باید بکنم؟ دوباره میریم سراغ چی؟ سراغ نور. آقای هیوبرمن میگه که دقیقا زمانی که تو برای اینکه سرحال بشی میرفتی نور خورشید و سر صبح نگاه میکردی که به مغزت این پیام رو بفرستی که آقا صبح شده. الان هم که غروب شده باید بری چیکار کنی؟ باید بری غروب خورشید رو ببینی که این پیام رو به مغزت بفرستی که آقا کم کم دیگه داره شب میشه، کم کم دیگه برو تو حال و هوای خستگی و خواب خودت. پس اولین گزینه اینه، هر وقت که زمان غروب رسید برو غروب 10 دقیقه تماشا کن که بتونی این مغز و این پیام رو به مغزت برسونی و مغز رو به پیامت. نکته دیگه هم که هستش اینه که شما هر چقدر که به شب نزدیک تر میشید باید نورای مصنوعی خونتون رو خیلی کمتر کنید، یعنی فضای خورده براتون تاریک تر بشه. خود آقای هیوبرمن هم میگه که من بعد از غروب سعی میکنم نورای مصنوعی رو خیلی کم کنم و مثلا به جاش شمع روشن کنم. میگه سعی میکنم که نورای مصنوعی خونم رو کم کنم و به جاش شمع روشن کنم که نور کمتری داره که این پیام رو به مغزم بفرستم و بتونم شب خیلی خواب راحت تری داشته باشم. نکته بعدی که خیلی مهمه اینه که همونطور که ما تو ساعات ابتدایی روز اگر دوش سرد داشته باشیم، دوش آب سرد داشته باشیم، میتونیم خیلی هوشیارتر بشیم. همونقدر اگر نزدیک به شب باشه و دوش آب سرد داشته باشیم میتونه خواب ما رو کلا به هم بریزه. پس آقای دکتر هیوبرمن به ما پیشنهاد میکنه که آقا شما اگر میخوای توی ساعتهای نزدیکی به شب و خوابتون دوش بگیرید، دوش آب گرم بگیرید. کلا دوش آب گرم، سونا، جکوزی به خواب شما خیلی بیشتر کمک میکنه. یه چیز دیگه که بچه خواب شما رو مختل میکنه تمرین یا ورزش سنگینه. خب یا همون اینکه نزدیک به ساعت خوابتون بخواید ورزش داشته باشید. تصور کنید ساعت 8 شما ساعت 10 میخوای بخوابی، ساعت 8 میری تمرین سنگین میکنی، کلا تمرین میکنی، این تمرینت مثلا تا یه ساعت و نیم طول میکشه. بدن تو فاز هوشیاری خودش میره، سر حال میشه و تو دیگه نمیتونی اصلا راحت بخوابی. یکی این گزینه بعدی که وجود داره در مورد الکل. خیلی اصلا الکل میخورن که بتونن خواب راحت تری داشته باشن. درسته، الکل باعث میشه که تو بتونی خیلی راحت تر بخوابی، اما خوابت رو بی‌کیفیت میکنه، یعنی خوابت کیفیت خوبی نداره. واسه همین کلا اصلا پیشنهادش نمیکنن، چون ممکنه که روز بعد احساس خستگی خیلی بیشتری رو داشته باشی. دو تا نکته دیگه هم وجود داره که بهتون بگم، اینه که خواب ما باید بین 6 تا
8 ساعت باشه. یعنی پایین تر از اینم نگفتم. مثلا بوده دکترای پیشنهاد بکنن بگن که آقا شما حتما 8 ساعت باید بخوابی، اما معمول ترش اینه که شما حتما بین 6 تا 8 ساعت خواب رو باید داشته باشی. پایین ترش کلا پیشنهاد نشده. گزینه دوم اینه که آقا یک نظمی بدی، یعنی همیشه یه ساعتی بخوابی، یه ساعتی بلند بشی. مثلا هر روز 12 شب، هر شب 12 شب میخوابی، صبحش مثلا 7-8 بلند میشی، روزهای دیگه هم همین طوری باشه. حالا این صحبت هامون که تموم شد، یک نظریه ای هست که اون نظریه راجع به همین خستگی و بیحالیه. میگه که یه سری عوامل بیرونی هستن که میتونن روی این خستگی تو تاثیر داشته باشن. تصور کن تو داخل خونه ای قراره که یک کتابی رو بخونی، یک امتحانی داری، یه خستگی تموم وجودتو میگیره. اما همون لحظه بعد دیگه تصمیم میگیری کتاب رو نخونه دیگه چون خیلی خسته ای. بعد همون لحظه دوستت به زنگ میزنه، میگه که آقا آماده شو بریم بیرون، بریم این ور اون ور فلان بسار. تو یهو اوکی میشی، انگار خستگیت از بین میره و میری بیرون. میگه اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا انگار ذهنت داره بهت میگه که آقا ولش کن، این کارو انجام نده، کتاب رو نخون، انرژیت رو هدر نده الکی، چون اصلا فایده نداره. حالا یه سری وقتا ممکنه که اوکی باشه، آقا ذهنت بگه تو الکی سر این قضیه انرژی نذار، ولش کن، بذار بره. اما یه زمانایی نه، تو باید سر این قضیه انرژی خودتو بذاری، خستگیتو کاملا ببوسی، بذاری کنار و انجامش بدی. تو این شرایط پیشنهاد میشه که شما چیکار بکنی؟ 2 تا راه حل داری. اینه که بیای با خودت فکر کنی که اگر من این کار رو انجام بدم، مثال میزنم، خودم نیوشا رو مثال میزنم، میگم که اگه من نیوشا الان خیلی خستم، نمیتونم ویدیو یوتیوب بگیرم، اینا رو بخوام هر چیزی که نوشتم رو به ترتیب بگم، حفظ کنم، ولش کن. خب میام چیکار میکنم؟ میگم که نیوشا اگر تو بیای این کار رو انجام بدی، ویدیو تو آپلود بکنی تو یوتیوبت، بعدش خیلی حس خوبی میگیری، پس بیا این کار رو انجام بده. یکی از چیزایی که به من خیلی کمک میکنه همینه. راه حل دومی چیه؟ اینکه آقا مثلا کم کم بخوای اون مطلب یا اون کار رو انجام بدی. مثال بخوام بزنم، 4 تا فصل میخوای بخونی، یهو نگو من 4 فصل رو الان باید بخونم، بگو 2 صفحه‌شو میخونم، 10 صفحه‌شو میخونم، بعد اگر اوکی بودم ادامه‌شو میخونم. و واقعا راست میگم، وقتی تو میای همون 10 صفحه‌شو میخونی، یه چیز درونت میگه 10 صفحه که خوندی، سر دیگه هم بخون، اوکیه که تو الان اوکی. اینم از ویدیوی امروزمون. این ویدیو رو ببینید، برای دوستاتون شیر کنید، ازتون میخوام حمایتم کنید. واقعا حمایت شما خیلی به من کمک میکنه بچه‌ها. حمایتم کنید که با هم دیگه همینجوری بریم جلو و پیشنهادات خودتون رو حتما برام بنویسید و برای اینکه بتونید انرژی خودتون رو خودتون کنترل بکنید، حتما این کارهایی که بهتون گفتم رو انجام بدید، چون واقعا بیشتر چیزا کنترلش دست خودتونه. فقط کافیه که راه حلش رو یاد بگیرید و با خودتون آشنا باشید. دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید.